سلام، به کانال یونیتی نوبز خوش اومدید. امروز قراره بریم ببینیم که ادیبری رو توی یونیتی قراره چطور پیاده بکنیم. خب قبل از همه چی وارد سایت adiberi.com میشیم و گزینه ورود رو میزنیم. من قبلا وارد حسابم شدم و شما هم طبیعتا باید وارد حسابتون شده باشید. من فکر کنم فیلتر شکنم روشنه، این رو خاموش میکنم. خب من دوباره وبسایت رو ریفرش میکنم. معمولا توی ورود به وبسایت ادیبری مشکلی هست که نمیذاره وارد اکانتتون بشید بعد از اینکه به یکتانت وصل شد. شما اونجا کافیه که یه دونه رفرش بکنید وبسایت رو، بعد این مشکل حل میشه. حالا بریم که یک اپلیکیشن جدید با هم بسازیم. ایجاد اپلیکیشن رو من میزنم و اینجا روی اندروید میزنم، چون طبیعتا ما واسه اندروید میخوایم پیاده بکنیم این مورد. و نام پکیج همون پکیج نیم هایی هست که حالا توی یونیتی شما قراره واسه بازیتون داشته باشید، مانند یونیتی نوبز مثلا com.unity noobs مثلا ادیبری که من حالا اینو ساختم و نمیسازمش. بعد از اینکه این مرحله رو رفتین، شما سرویس ادیبری رو انتخاب میکنید. انتخاب نوع سرویس رو که انجام دادید تایید نهایی میزنید و تمام میشه و به پنلتون بازگشت میکنه. ببینید یه همچین صفحه باز میشه سرویس های شما روی این ادیبری بزنید مستقیم میره به پنل ادیبری. ولی خب شما میتونید این کارم انجام ندید، مستقیم میتونید برید مثلا پنل، من حالا اینو بزنیم مستقیم وارد اینجا میشه و شما میتونید اپلیکیشن هاتون رو داشته باشید. اپلیکیشن ها همون شناسایی هستن که توی مرحله قبلی ما توی یکتانت ما ساختیم. ببینید اینجا من یونیتی نوبز ادیبری رو ساختم و به این میگن اپلیکیشن آیدی و توی اپلیکیشن آیدی حالا تبلیغات ما نداریم، یه تبلیغات جدید ما میسازیم. نام تبلیغات رو میذارم من تست تبلیغات یوتیوب، حالا هر اسمی که میخواد باشه. نوع تبلیغات ما قراره امروز تمام صفحه جایزه‌ای رو حالا با بنر اگه شد ما پیاده بکنیم. وضعیت تبلیغات فعال و نمایش تبلیغات تست اونم فعال. من ایجاد تبلیغات رو میزنم. خب ایجاد تبلیغات رو که ما زدیم به خاطر اینکه سرورهای ادیبری یک مقداری توی مورد مثل اینکه مشکل داره، سریع دوباره روش کلیک نکنید دیگه، به این صفحه خودش حالا ارسال میکنه. منظورم اینه که داده ارسال میشه و نیاز نیست که نگران باشید که داده ای ارسال نشد. بعد از اینکه این کار انجام دادید یه همچین صفحه باز میشه و تست تبلیغات یوتیوب با عنوانش و شناسی تبلیغات رو شما اینجا دارید میبینید. شناسی تبلیغات همون پلیسمنت آیدی هست و شناسی خود برنامه‌تونم اپ آیدی بهش میگیم. حالا میریم جلوتر که با هم ببینیم چطوری پیاده میشن توی یونیتی. من توی یونیتی میام یه پروژه جدید میسازم. خب اینجا دارید میبینید دیگه پروژه یونیتی ما یه دونه اینجا چی میگن، یه دونه دکمه گذاشتم. خب باتن که بیاد تبلیغات رو با هم نشون بده. میام توی فولدر اسید یه فولدر دیگه به نام اسکریپت رو باز میکنم و روی کرییت میزنم و اسکریپت ادیبری ادز رو من میسازم. حالا هر اسمی که خودتون میخواید بهش بدید. وارد مستندات وبسایت میشیم. خب توی مستندات وبسایت، مستندات یونیتی، ببینید اینجا نوشته برای افزودن کتابخانه ابتدا باید فایل یونیتی ادیبری یونیتی پکیج رو دریافت کنید که من این پکیج رو دارم خوشبختانه. و اینجا اگه ببینید خب من میام این قسمت و اگه روی این بزنم لطفاً تیک همشون باقی بمونه چون نیاز داریم. بعد روی ایمپورت من کلیک میکنم. حتی اگه مثلا تبلیغات بینری رو نیاز نداشتید لطفاً بذارید اون تیکش بمونه چون بعداً شاید به مشکل بخورید. بعد از این کار انجام دادین میاد خب ببینیم توی ادامه داکیومنت چی گفته. گفته که کاستوم لانچ گرادیال تمپلیت تیکش رو بزنید توی پلیر ستینگ. بریم با هم دیگه این کار انجام بدیم. کاستوم لانچ گرادیال تمپلیت. خب کاستوم لانچ گرادیال تمپلیت بعد این تیکش رو میزنیم و یادتون باشه اون پکیج نیمی که شما تعریف کردید حتما توی آدر ستینگ اینجا به اون تعریف شده باشه، حتما که بعداً به مشکل برنخورید دیگه. طبیعتا من این نوع که بیام اینجا وارد پنل بشم منظورم اینه، یعنی این حتما با اینجا یکسان باشه. یادتون باشه که این اسپیس اینا نباید وجود داشته باشه. و حالا ادامه روند رو با هم بریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. ببینید بعد از اینکه این کار انجام دادید اینجا گفته که اینو به دیپندنسیز اضافه کنید. این کجاست؟ این توی فولدر پلاگینز اندروید و توی لانچر تمپلیت هست.
و یادتون باشه که حتما پلتفرم به اندروید سویچ بکنید قبلش تا بعدا به مشکل برنخورید. من این کار انجام دادم. حالا این فایل باز میکنم و زیر این ایمپلمنتیشن این رو هم من اضافه میکنم به خود پروژه. به هیچ دیگه دست نمیزنم. حالا من یک نگاه بکنم ببینم کجاست. خب دیپندنسیز فقط یه جا بود و اونم ما اضافه کردیم. حل. ببینید بریم تو قدم بعدی دیگه چی گفته. ببینید تو این قدم گفته که تیک این کاستم مین پروژکت گرادیو تمپلیت رو بزنید و مطابق این ورژن تنظیم کنید. اگه شما نسخه یونیتی 2020 یا 2019 اگه اشتباه نکنم استفاده کرده باشید فقط کافیه تیک این گزینه رو بزنید و نیاز نیست که دیگه چیزی رو دستکاری بکنید. من چون نسخه یونیتی 2022 هست و نیاز نیست که کار خاصی انجام بدم، فقط تیک این گزینه رو میزنم و خلاص. بریم تیک این گزینه رو با هم دیگه بزنیم. کاستم مین پروژکت گرادیو تمپلیت. خب اسمش ممکنه یه چیز دیگه هم باشه. این حالا ببخشید. خب پابلیشینگ ستینگ کاستم مین. خب اینو من میزنم دیگه. کاستم مین گرادیو تمپلیت. خب این پروژکت رو نداره. یه واژه پروژکت مهم نیست. شما مهم اینه که مین گرادیو تمپلیت ما تیکشو زده باشیم. حالا اگه باز کنیدم توش میتونید ببینید که چیا هست، ولی میگم ما باش کاری نداریم، صرفا فقط تیکشو ما میزنیم. خب با این کار دیگه روند پیاده سازی یعنی فایل سازی تبلیغات ادیبری تموم شد. حالا بریم که ببینیم چطوری پیاده میشه. من میام یه دونه اسکریپت که حالا ساخته بودم، ببینید توی فولدر اسکریپت ادیبری ادز میام این رو باز میکنم. توی این قسمت من اینجا که نوشته using ادیبری یونیتی استفاده از کتابخانه namespace ادیبری یونیتی رو من اضافه میکنم و میریم که با هم ببینیم چطوری قراره بقیه موارد رو پیاده کنیم. توی قدم اول ما نیاز داریم که توی استارت، حالا من صدام گرفتیه و اینو من میذارم اینجا توی استارت، توی awake نهاد دقت کنید استارت میام و این فانکشنی که توی این کلاس هست رو صدا میزنم، یعنی adiberi.configure رو من صدا میزنم. اینجا اپ آیدی همون شناسه اپلیکیشن هست که داری. شناسه اپلیکیشن از اینجا قابل مشاهده است. روی اپلیکیشن که بزنی خب اینجا شناسه اپلیکیشن رو شما دارید دیگه. ببینید این شناسه اپلیکیشن، من روی اینو بزنم همون تستیم این گزینه نبود کدوم. خب این بله شناسه این شناسه اپلیکیشن رو شما روی این بزنید و حالا دارید دیگه، کپی کردیم ما اونو. ما اینجا میایم یه دونه متغیر تعریف میکنیم پرایوت از نوع کانست از نوع استرینگ، چون نباید تغییر پیدا بکنه دیگه. طبیعتا شناسه چی میگن شناسه تبلیغ شما همیشه یه چیز ثابت باید باشه. پرایوت استرینگ کانست مساویه با، خب اینو چرا اجازه نمیده؟ بذارید ببینیم چرا، مشکلش چیه دقیقاً. خب بله من یه لحظه یادم رفت اسم متغیر رو بنویسم. من اینجا می‌نویسم ار، حالا با کوچیک می‌نویسیم دیگه. من متغیر پرایوت هست اینطوری می‌نویسم ار آیدی. خب این شناسه برنامه‌مون هست و اینجا می‌نویسم اینو پرایوت کانست استرینگ اپ آیدی. و حالا بریم شناسه تبلیغ با هم ما نیاز داریم. شناسه تبلیغ هم کجاست؟ همینه دیگه. ببینید این بهش میگیم شناسه تبلیغ با یا پلیسمنت آیدی. من اینجا می‌نویسم دوباره اینو کانست استرینگ اد آیدی و دقت بکنید که این اد آیدی واسه ریواردد هست. یعنی چی؟ یعنی که این واسه تبلیغ جایزه هست. ریواردد. خب من حالا اینو نیاز نیست بنویسم، بر خودتون متوجه شدید که من منظورم چی هستش. ببینید نوع جایزه‌ای و حالت تست هم فعال روش. البته به جای که من اینو کانس بکنم بهتره بیام سریالایزش بکنم. خب چرا؟ چون حالا این اسکریپت هم شاید من در اختیار شما قرار دادم و شما خواستید دیگه زحمت نکشید از این اسکریپت استفاده بکنید و کار رو ببرید جلو. خب چه این مسیر بریم ببینیم بقیه داکیومنت چی گفته. نمایش تبلیغ میان صفحه‌ای، نه ما اینو نمیخوایم. نمایش تبلیغ جازی. توی قدم اول ما یه متغیر میخوایم به نام لیسنر. حالا من اینو از نوع پرایوت میکنم، لیسنر ادیبری. بعدش چی گفته؟ بعدش گفته توی استارت بیا خب این مواردی که اینجا هست رو صدا بزن. من میام اینا رو قشنگ کپی میکنم بیام اینجا و اینو من خب ببینید چی گفته. خب این که کد خودمونه. یعنی چی؟ یعنی ما ادیبری کانفیگ میکنیم با این آیف.
بعد میگیم prepare rewarded ad. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقای علیبری بیا این چی میگن تبلیغ جایزه‌ای رو واسمون آماده بکن. بعد میگیم خب لیسنری که ما اینجا ساختیم یه دونه لیسنر چیز بکن، یعنی الان اینجا این به صورت پیش‌فرض ناله. خب ما نمیخوایم نال باشه، ما میگیم آقا بیا اینو پر کن. خب ما اینو پر میکنیم. بعد از اینکه این کار انجام دادیم من حالا لیسنر رو چیز میکنم واسه اینکه ما سی شارپ چیز زد سی شارپ دات نت جدیده، همین یه دونه کلمه کلی نیو رو بنویسید کفایت میکنه. خب ببینید بعد از اینکه این کار انجام دادیم خیلی ساده میام یه توضیح میدم بهتون که اینا چیکار میکنه. خب بعد از اینکه نیو کردیم، چون یک کلاس دیگه کلاس ادوری لیسنر، اینو باید نیو بکنیم که بگیم آقا از نال بودن در بیاد. اینجا یه دونه ایونت داره آن ارور. یعنی چی؟ یعنی وقتی تبلیغگاهمون به مشکل برخورد بیا این فانکشن رو اینجا صدا بزن. این فانکشن اینجاست. اینجا به جای که حالا من می‌نویسم args، خب البته نه بذار بنویسیم همون args بهتره. خب اینجا میگیم که اگه به ارور خوردیم بیا این فانکشن که اینجا هست رو صدا بزن. باید دقیقاً ورودیاش مثل این چیزی باشه که اینا تعریف کردن. این کجاست؟ اگه روش کنترل بزنم بعد رو کلیک بکنم اینجا ببینید نوشته دیگه این unrewarded loaded باید این موارد رو با هم دیگه داشته باشه. اصلا ایونت هست، ایونت هندلره و اینا رو باید داشته باشه. حالا خب با این کاری نداریم، ما بریم ادامه آموزش. این چی میگه؟ این میگه unrewarded at loaded. یعنی چی؟ یعنی وقتی تبلیغی لود شد بیا این فانکشن رو صدا بزن که اینجاست. خب من اینو حالا برش میدارم، بذار من این چیزی که گذاشتم بهتره. اینجا نوشته unrewarded at close. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون تبلیغی که اومد بسته شد. با بسته شد یعنی چی؟ یعنی با ضرب در بسته شد، حالا یا با چیز دیگه احتمال میدم، ولی خب به صورت پیش‌فرض بکنم با ضرب در هست. من اینو پرسیدم از پشتیبانی، اگه نیاز باشه یعنی جواب بدم من توی توضیحات می‌نویسم که دقیقاً چی کار انجام میده این مورد. یعنی این گزینه‌ای که اینجا هست. خب ما تا اینجا این کار انجام دادیم، بریم به ادامه آموزش رو ببینیم. ببینید اینجا نوشته بعد از بارگذاری تبلیغ میتوانید باز از دستورزی آن نمایش دهید. یعنی چی؟ یعنی شما کافی بیاید وقتی که تبلیغی به لود شد، خب آن ریوارد ات لود شد، بیاید رو نمایش بده. حالا من اینو اینجا نمی‌نویسم، خب من اینو می‌نویسم پلیسمنت. نه به جای پلیسمنت آیدی بیاید بنویسیم همیشه اد آیدی، چون این پلیسمنت آیدی شاید یک مقداری دیچ کننده باشه. ما در واقع با اد آیدی داریم کار می‌کنیم دیگه. حالا من اینم اشتباه نوشتم اینجا. خب اد آیدی درسته. خب میگیم که خب این خود فانکشن چیز دیگه. یعنی چی؟ یعنی بررسی میکنه وقتی که تبلیغ لود شد، بعد میاد میبینه اگه کامله یعنی لود شده میاد و اینو نمایش میده. یعنی چی؟ یعنی شو میکنه اینو. من به جای این میان یه کاری دیگه میکنم دیگه. میام من اون باتنی که اونجا ساختم و فقط غیر فعالش میکنم. چطوری؟ میام اینجا می‌نویسم save as field private game object show add btn. خب show add btn من اینجا میام فعالش میکنم. اینجا داد set اکتیوش رو من کنم تو این پارانتزام نیاز نیستش، میتونیم این کارم انجام بدیم. خب بعد اینجا میتونیم این کار انجام بدیم. ببین اینجا نوشته دیگه check if user should receive the reward. یعنی چی؟ یعنی باید چک کنیم ببینیم آیا کاربر میتونه جایزه رو بگیری یا نه. من این مورد پرسیدم. حالا به صورت پیش‌فرض توی تبلیغگاهمون خب شما میتونید اگه میخواید درآمدی حساب بشه شما میتونید مثلا مدت زمان نمایش تبلیغات اجباری رو بکنید مثلا 60 1 دقیقه، و اگه تبلیغ اومد تا 1 دقیقه کاربر نتونه خروج رو بزنه، و اگه این اتفاق بیفته طبیعتا دیگه یعنی تا آخر دیده، چون تبلیغی من تا حالا ندیدم که بیشتر از 1 دقیقه باشه، و اگه 10 ثانیه هم باشه همون 10 ثانیه تا آخرش میره. ولی خب حالا من روی 60 نمیذارم چون زیاده. حالا من اینو پرسیدم توی کپشن یا کامنت ها می نویسم که اینجا بذارید یا اینجا بذارید این عملیات گرفتن جایزه رو. باش کاری ندارم، ولی در حالت کلی آن ریواردد کلوز یعنی زمانی که تبلیغ بسته شده اونو با هم دیگه چک میکنیم. خب بریم
اینجا بعد گفتیم که خب is loaded شد، بعد should be set active true بکن. من میگم یه کار دیگه انجام بدیم دیگه. ما میگم یه فانکشن تعریف بکنیم public void show add. خب اینجا می نویسیم که شاید کدوم تبلیغ رو میخوایم نمایش بدیم. چون من کلا یه دونه شناسه تبلیغ راه دارم، میام و کلا همین کار انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی میام می نویسم ادوری دات شو و این تبلیغ رو واسه هم به نمایش بذار. خب قبل از همه چیز، چون اگه دقت بکنید من روی این بزنم هی میاد این تبلیغ رو نمایش بده دیگه بهمون، درسته؟ به جای این و به جای اینکه اینجا مثلا هر فعالش میکنم ولی متغیرم من اینجا تعریف میکنم، خب که بعداً مشکل چیز نشه، این سرسم آور نشه. اون ads exist. خب یعنی چی؟ یعنی اگه تبلیغی موجود بود، حالا available باید نوشتیم، خب من exist نمیشم. من اینجا میگم اگه، خب ببینید این فالسه ها، یعنی اگه تبلیغ واسه این نمایش موجود نبود شاید رو که زد چیز نکن دیگه، یعنی اجرا نکن، کلا کاری نداریم باش. خب من اینجا میام میگم که add exist true، یعنی چی؟ یعنی این وقتی که تبلیغ واسه این نمایش بود بیا فعالش بکن. اینجا unrewarded closed که ما بزنیم، حالا من میتونم این کارم انجام بدم. بیام بریم کدوم دکمه بود اینه دیگه، شوفیتین. وقتی روی این کلیک کرد بیا دوباره اینو فالس شد. خیلی ساده، یعنی وقتی که روی این کلیک کرد هم تبلیغ نمایش بده، حالا قبلش میتونه فالسش بکنیم بعد حالا نمایشش بدیم، هیچ مشکلی نیستش. خب بعد از اینکه روی تبلیغ هم زد ما میتونیم اینجا این کارم انجام بدیم دیگه طبیعتاً. یعنی چی؟ یعنی add exist رو من فالسش میکنم. خب کنترل دی کنترل اس رو میزنم چون من دیگه تبلیغی خودش باید تورو بکنه. این همیشه من به صورت پیش‌فرض بعد از اینکه تبلیغ نمایش داد میگم که فالس، یعنی تبلیغ نیست، پس خودت بیا وقتی که تبلیغ لود شد و این کار انجام بده. اینجا من میتونم حالا یه کاری دیگه هم انجام بدم، حالا جایزه چیزی اگه خواستیم بدیم من میام مینویسم پرایوت یه سریالی آبجکتی من اینجا تعریف میکنم. خب اینجا مینویسم on reward complete. خب میام و این رو نمایش میدم که یه آنیمیتور میسازم، حالا ساده میخوام چیز بکنیم show success at می‌نویسیم yield return new wait for seconds. خب چند ثانیه، مثلا 2 ثانیه چیز کن تو باشه. خب چی کار انجام بده؟ این بیاد و on reward complete رو ست اکتیوش رو بکنه true، بعد 2 ثانیه بیا اینو بکن باز. خب حل دیگه تا اینجا. پس من چیکار کردیم؟ این کار انجام بدیم. من میام اینو حالا کپی میکنم چون احتمال داره توی اینسپکتور این نیاد. توی این قسمت یه دونه گیم آبجکت خالی ادیبری من ساختم و حالا اینو اضافه میکنم بهش. خب به صورت پیش‌فرض این اضافه شده بهش، خیلی هم عالی. و حالا این شو آدز بیتین رو من اضافه میکنم بهش که این میام و گزینه ادیبری رو من اضافه میکنم با ادیبری ادز شو اد. خب اینم اضافه میکنم. به صورت پیش‌فرض دکمه شو ادز باید غیر فعال باشه دیگه دوستان، طبیعتاً باید غیر فعال باشه و خود این برنامه ادیبری باید اون رو فعال کنه چون اینجا این کار انجام داریم دیگه. تقریبا سه تکتیبش رو ما طول میکنیم. خب این از این مورد. بریم ببینیم اینجا یک چیزی از قلم جا افتاد و اونم چیه؟ ساکسس اد. این رو هم میخوام نمایش بدیم دیگه. حالا من اینجا میذارم ببخشید استارت پروتین کنم یه چیزی صرفا واسه نمایش، این که آقا مثلا تبلیغ و دیدی و دستی مثلا این کن. یه دونه اینجا من چیز میسازم، یه متن میسازم که مثلا تبلیغ و شما با موفقیت با تکسمش به کاری نداریم ما، چون من اینجا با لگاسی نمیخوام وقتمون رو تلف بکنیم. یعنی اینجا اینو می‌نویسم، رنگش رو من به رنگ سفید تغییر میدم، بولدش میکنم
اون بولده بود و اینجا می‌نویسم success only watched had. خب ببینید این چرا نمایش داده نشد؟ به خاطر اینه که این باید داره بیاد پایین، بیاریم اینوری درست میشه دیگه. خب حل خدا شد. توی کانواس اسکیلر من اینو گذاشتم روی match with or height و اینم که اسکیل ویت چیز دیگه میبرم رو هایت، چون توی موبایل تقریبا با با به صورت عمودی ما این تبلیغ ها رو داریم، ولی خب میتونید به صورت افقی هم استفاده بکنید، بسته به خود بازیتون داره دیگه، این دیگه تصمیم خودشونست. حالا با این کار نداریم، من توی ادیمری اینم اضافه میکنم، اینم غیر فعالش میکنم. یک نکته هست که من باید بهتون بگم، به صورت پیش‌فرض شاید این تبلیغات به شما نمایش داده نشه، حتی حالت تست هم فعال باشه. من توی مستندات میام و تست تبلیغات، ببینید اینجا هست ادیوری. خب من این شناسه ها رو کپی میکنم به جاش و اینجا قرار میدم. این چی بود؟ شناسه، اشتباه نکنیم این شناسه تبلیغات یعنی چی؟ یعنی اد آیدی و اپ آیدی هم که اینه دیگه. خب اینم ما بذاریم اینجا. خب من اینا قرار دادم، بذار چک کنیم با هم دیگه ببینیم درسته. بله درسته این و اون مورد هم درسته. ببینید اینجا نوع تبلیغات نوشته دیگه ریواردد. ما هم چون تبلیغ جایزه رو پیاده کردیم پس لازم پس که ریواردد رو بزنیم. خب من از بازی خروجی میگیرم، از این برنامه خروجی میگیرم، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه‌ها منتظر میمونیم که تبلیغ جدیدی هم بیاد. ببینید من اون یک نکته هست که بعدش میگم بهتون و اینکه یادتون نره تبلیغات تست رو تیکش رو بردارید. اگه رفتین توی پروداکشن، یعنی اگه ریلیز بازار کردید، اون تیکش یادتون نره. دیدید تبلیغات واسمون اومد، باز سریع میبندمش چون صدای خیلی زیادی داره. خب ساکسسفولی باشه و دوباره اون دکمه واسمون میاد. حالا توی انتهای ویدیو یک سری نکات هست که اونا رو رعایت بکنید و اینکه من از شناسه خودم استفاده کردم، یعنی توی این نسخه‌ای که الان دارید میبینید شناسه اصلی خودم هست و شناسه تست ادیوری رو دیگه استفاده نمی‌کنم. سلام، همونطور که مشاهده کردید کار کرد. اون بیلدی که گرفتیم فقط یک موردی هست، یعنی من اینجا بهتون بگم که اون مستندات توی مستندات ادیوری که نوشته بود نمیدونم چیز تستی، شبکه تبلیغات تستی، شما میتونید به جای اون ببینید اینجا نمایش دهندگان تست تبلیغات. خب میرید به جای اون از همون به صورت پیش‌فرض، یعنی شناسی اپلیکیشن خودتون با شناسی تبلیغات خودتون استفاده بکنید. من توی خروجی اومدم این کار انجام دادم، یعنی اومدم و شناسی تبلیغات خود برنامه خود اون چیزی که ساختم استفاده کردم و به جای اینکه از تست، یعنی الان که دارید میبینید من 2 بار تقریبا تست کردم و دیدم که با شناسی با خود برنامه به حالت تستی کار میکنه. این کارم شما انجام بدید. اگه دیدید کار نکرد یا مشکلی نیست و شما میتونید شناسی تبلیغ خودتون رو بذارید و تست بکنید. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. اگه سوالی هم دارید و چیز هست بپرسید. و یک نکته‌ای که میتونم بگم، تبلیغات پشت سر هم هی نمیاد. خب شما باید یک مقداری صبر کنید که تبلیغی موجود باشه واسه نمایش دادن، چون اونقدر درخواست زیاده به سمت ادیوری و این رو حالا خودشون باید بتونن هندل بکنن. بخاطر همین امکانش هست که تبلیغات دیر به دیر بیاد واسهتون و دیر به دیر به کاربر نمایش داده بشه. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید و اگه سوالی هم هست توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب و نمیدونم شیر و همه چی یادتون نره. واسه آموزش بعدی ان شاء الله میریم سراغ تبصر که ببینیم اون رو چطور میشه پیاده کرد. خداحافظ.